هر پدری باید اینو به پسرش بگه، هر مادری اینو باید به دخترش بگه. این باید بشه فرهنگ ما شیعیان. تسبیحات از زهرا سلام الله علیها شده فرهنگ ما بعد از نمازها. این عمل باید بشه جز فرهنگ ما شیعیان. یه عمل کوتاه با یه آثار عجیب که روایت عجیبی داره، آثاری که ما اگه احتمالشو بدیم درست باشه، احتمالشو بدیم کافیه برای اینکه روش یک سرمایه گذاری عجیب غریب بکنیم، خودمون رو عادت بدیم به این عمل. سندش مفاتیح نقل کرده از امام صادق علیه السلام که اگر کسی شب جمعه سوره واقعه بخونه، آثار عجیبی براش گفتن، خدا دوستش میداره، محبوب میشه بین مردم، فقر تو دنیا نمیبینه، آفات دنیا بهش نمیرسه. این 4 تا رو شما برید تو اعمال دیگه هم شاید پیدا بکنید. یکیش هست ویژش کرده، فرمود کسی که شب جمعه سوره واقعه بخونه و کان من رفقاء امیر المؤمنین، از رفقاء امیر المؤمنین میشه. چی از این بالاتر میخوای؟ رفیقت قسیم النار و الجنت باشه. شب جمعه سوره واقعه پشت گوش نندازی ها.